منظور غلامی اشتباه است. نه خب میدونم اگه اشتباه شما چرا گوشی برداشتی پس؟ شما رو چند گرفتی؟ میدونم منظور غلامی مگه نیست. نه خیر خب اشتباه چرا شما گوشی برداشتی پس؟ شماره 3245 دادی اشتباه گرفتی. درسته شما نباید گوشی برداری. ممکن اشتباه است اصلا شما بر ندار. من چطور بفهمم که ده اشتباه؟ نه خب من منظور غلامی میخواستم شما گوشی برداشتی. میگن اشتباه گرفتی. میدونم اشتباه گرفتم درسته چرا تو گوشی برداشتی؟ میگن تو اشتباه گرفتی یعنی الو سلام. بفرما سلام علیکم. میگم من بفرما آقا. منظور غلامی میخواستم. شما اشتباه گرفتی. خب اشتباه گرفتن چرا گوشی برداشتی آقا؟ خب گوشی خب ما نمیفهمیده خود اشتباه گرفتی. ما نه وقتی زنگ میخوره گوشی ما باز برداریم. حالا شما اشتباه گرفتی ما بعد گفتیم اشتباه. اشتباه نباید گوشی برداریم. با من ده هر کی زنگ بخوره ما باید مثلا تلفن ما هر کی زنگ بخوره برداریم. وقتی اشتباه ما داره. میگم وقتی اشتباه باشه نباید برداریم. میگم ما خب شماره نمیده که بفهمیم شماره کی که بر نداریم. وقتی گوشی شماره نمیده خب نمیفهمیم باز برداریم اینا که اصلا کار ما داشته باشه. حالا باز اشتباهه؟ بله اشتباه کاکا.